حبیب یکی از ناخونام افتاده یعنی شکست لای کمانمون شکست. پلیسه. هی کمکم کن. وایسا برو آقا. اگه میخوای زنده بمونی گوش کن ببین چی میگم. بچه‌های مردم چی با کلاس شدن؟ ما امتریاییم. موسی امتری؟ نه ما امتری. پارت 3 بازی رزیدنت اویل. اشتباه گفت. رزیدنت اویل. نه رزیدنت اویل درسته. اشتباه نگو. دوبله فارسی که توسط گیم دوبله شده. بیار بالا. کپشن هم بریم ببینیم. کامنت هم هست. ممنونیم به ما دادن. گیم را بریم سراغ ویدیو. برو بلگاه یه چی نگو. نگاه مثلا تو قبل دیگه اصلا بازی شوشی میشه بگم کل اسم پیرزنم باسا از زیستش معلوم اسم شرکتش یادم رفته خب یه شرکت مخصوصیه امبرلا شرکت امبرلا کل سریای رزیدنت اویل با خاطر امبرلا یه شرکتی که رو ویروسا و مواد و دارو کار میکرده مثل کود ایشون چیزا ولی این بین سوسکی لایی سری آزمایش‌های سری برای ارتش و ایشون چیزا انجام میداده آزمایش‌ها باعث شده از کنترل خارج شه ویروس زامبی رو بسازن ویروس زامبی رو بسازن که مثلا تو رزیدنت اویل 1 و 2 با خاطر اینا یک شهر کلا به گا میره فقط 2 نفر از شهر زنده میمونن باش حواست هست رو رفتنش هم خودت بود اینجا کجاست؟ اینجا آخرین جای سیو بودش اینجا کجاست؟ یعنی چی؟ با میا دعوا کردیم نه با میا دعوا کردیم اینجا نیست میا بود؟ اینجا جای اویرگه غذا مخور من برم نه حالا من میدونم از اینا خیلی وقتا روشون چیزیه بیلز بگیم مرد اونجا واسه جوف گرفتم شبیه برکین بده بابا مامان میا بود ماهی من نیست حالا هرچی اسمش بود خیلی عالیه ها فشنگ پیدا میکنیم بدون اینکه اسلحه داشته باشه حضور ذهن نداره اینجا مرد دنبالمونه که پا رو قطع کرد فرار کردیم اینجا خب به جماله برای که نیست ناراحتی یعنی اون مورد مرحله ما توی کردیم موقت تیکه رو آره اماق فاش شده چی؟ اماق فاش شده کلای فلان بگه صدای تلفن میه بعد تلفن رو پیدا کنیم ابزار آلات نیکو اره تناب قلاده اره رو باید پیدا کنیم اره رو باید پیدا کنیم صدا اینجا سری پیش اومدیم چیزی پیدا کردیم این رو باید با یه چیزی ببره صدا تلفن میه خب تلفن کجایه تو این صدا زنگ رو نمیشنوی خوش پزشکی جایی برو
بسته بود بازیش. دره بسته بود. الان ازش رد شدیم. کارت خوب بود ایتن. زویی درسته؟ خفه شو. اگه میخوای زنده بمونی گوش کن ببین چی میگم. باید از اون خونه بیای بیرون. یه راه خروجی از سالن اصلی هست. راستی اون چیزی هم که روی مشته یه ساعت هوشمنده. گمش نکنی، خیلی مهمه. موچیشو نگاه دوخته شده است. حداقل او رو دوختم بهتر از پاش بود که با یه معلول به هم چسبید. اونم قطعا دوخته شده دیده میشه. صداهای بدیه حقیقتا آدم جفت میکنه. دقیقا میونه هم خوشگل یه چیزه یه دکمه چیزی بکنم داشته باشه. سالن اصلی منظورش کجایه؟ ما هم داره همه رو بازی تم. این راهیه که باید بریم ولی اره یه چیزی نیست اینجا. هیجان نده ای رینگ لایت. یعنی هیجان رو ترس میدید بیا تو نفشه اینجا یعنی هیچی نیست. پایین چیزی نیستش. بس فوجی ار برقی اره عادیه نکنم اره برقی باشه. ایوان موتور شبیه چمنزن مثل اون ویدیوهایی که میگفتم ای ماشین یاده شده. خیلی عالی. داخل رو صندوقه نیست. اینجا کجاست؟ این چشم خودت چشم اصلا خودت داری در نیست صدای تق تق است. الان از جا رنچی میاد دوباره صدا زنگ داریم. من از الان از اینجا میترسم. نه صدا داشته باشه. یا خدا الکی فاز نده فکر نهی. ای تو پلیسه. هی کمکم کن. وایسا برو عقب ببینم تو اینجا زندگی میکنی؟ یعنی این خونه مال توئه؟ چی؟ من؟ نه خیلی خوب. اخیراً گزارش شده چند نفر توی این منطقه گم شده. متوجه نیستی. باید از اینجا برم. آروم باش. گوش کن چی میگم. تو این خونه یه مشت دیوونه‌ان که میخوان منو بکشن. خیلی خوب باشه. بذار یه چیزی بهت بگم. به قیافت نمیاد ولی انگار یکم مخت تاپ برداشته مگه نه؟ شوخیت گرفته؟ ببین گفتم که گزارش دادن اینجا چند تا آدم گم شده و منم نمیتونم باور کنم یه آدم غریبه دقیقاً مثل تو ربطی به این قضیه نداشته باشه. باشه هرچی بخوای بهت میگم. خیلی خوب حالا شد. حالا برو تو گاراژ اونجا میبینمت. هی وایسا باید تفنگتو بدی من. نکنه عقلتو از دست دادی؟ ببین سرهنگ سروان باشه سروان. میخوای اعلامیه مرگمو ببینی؟ یا مثل یه قهرمان زندگیمو نجات بدی؟ چه بهشون برمیخوره یه وقت بگیرید به جای سرهنگ بگیرید. سرهنگ بالاتر از سرهنگ. چاقوی جیبی آخه. بیا بگیرش. فقط همین رو میتونم بهت بدم. حالا برو تو گاراژ الان. بسم الله. میخوای با یه چاقو چی کار کنم؟ یا الرحمن الرحیم. از چی همون بهتره. بردیم
شلو خونم این الان گاراژ دیگه. گاراژه چیز چاقو بردم بشمن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میریم بس توی مردوان. هی باید بزنیم به چاک. اول باید به هم بگی این وقت شب تنها اینجا چه غلطی میکنی؟ من؟ خودت چی کار میکنی؟ من اینه تو هم بهتره تفره نری و حرف بزنی. جوابمو بده. اگه بهت بگم باورت نمیشه. باید بشه. هی اون درو باز کن. اون درو باز کن. چی کار میکنی؟ خار مادر تو داشی شمشیر اونجوری نمیتونی برو چاقو بزن بهش. اصلا ندار. خودم تک تکتونو میکشم. چیز جا نده ماسپاسک اون جا نده ریدیش هم اون چجور کنی تا بی کلیدی یارو لطف کرد ما رو کشید من مرده بذار حد ایونتوری خالی کنم تو به من تیکه میندازی؟ چرا تیکه میندازی؟ نمیدونم حالا باید یک سر زنزنه رو پلیسه رو گوش بدیم باز دوباره حداقل فهمیدم چیکار باید کارت خوب بود ایتن. زویی درسته؟ خفه شو. اگه میخوای زنده بمونی گوش کن ببین چی میگم. باید از اون خونه بیای بیرون. یه راه خروجی از سالن اصلی هست. راستی اون چیزی هم که روی مچته یه ساعت هوشمنده. گمش نکنی. خیلی مهمه. عجب دختری. تو هم تو چرا از من دوری باز بد میدم هستم میدونم یکی نیست بگه من مجبوری سرمه دوتا دستام تو جیب من لشم شما رفتار تو شیک شما به من نسی میدی من پشتش میزنم اینه تو هم بهتره تفره نری و حرف بزنی. جوابمو بده. اگه بهت بگم باورت نمیشه. باید بشه. هی اون درو باز کن. اون درو باز کن. چی کار میکنی؟ لقش خودم تک تکتونو میکشم. زنش اوف زنش دیش اوف اوف بابا حلال دشتن مستقل نکن این قرار سخت باشه. نه شیلد کار نداره. من فقط یه پیرمردم. واقعا از پس یه پیرمرد بر نمیای. او بیله تبره چیه این شکلیه عشقم بابا نمودوی هستن پسر تو هیچ گاهی نیستی. خب برای اینکه حوصلتون سر داره یه بخش زیادی شو اسکیپ کردم تا رسیدیم به این. مغزش چرا لقش خودم تک تکتونو میکشم. تو واقعا خودت یه حیثایی چه صافه برم میدونم مثلا چوخ داد ماشین رو بابا حاجی ما این ماشین رو مخوایم با خدا بعد خواهی باش برم بریم مردک گوزبند بل کن دیگه. نموردی خونم داشتم خون داشتم ببر لفظت نازم دیگه آخر خطه. در پدره میخوام مثل سوسله.
ساکت ساکت سفر بچرخون پدرت حرومی ما خون زدی باگ بود فقط یه آدم بیکس ما خودمو بار کردم این باگ بود یکم کتک کاری کردن بعد به اینجا رسیدن. اوه این آره باشی ریدم تو خودتو 7 جد آبادت. منم ریدم تو نفس رو برو بیرون از دارد نمیشه در بسته به نظر موقع باس فایت بزن، بزن، بده هفت خشا بیشتر نداریم نازنین ها اوه آخه بونه ما لفظ نیا شاید گذاشت اینجا ایرانه همه چیز تاثیر میگیرمه گیری تاثیر داشت؟ عشقم با دعای من مرسی عشقم همش اینجوری بودم خدای کمک کن یان چوچک دیدی چه گندی زدی تخم حروم تو چه نمیری؟ اوپس نه اونو نمون بخه کنی به دستی یه تو باز چیزی تو بردی؟ بخش بازنی یکی شد بلش یکیشون ماشین کدوم ماشین؟ برو از شاد همون ماشین اگه همون اول پیدا کنیم مثلا چیز میشه چی رو میخواستی پیدا کنی؟ چی رو میخواستی پیدا کنی؟ نازنین اصلا اجازه حواست به من طوله میخوام یه چیز جالب نشون لعنتی مردی این سری؟ دنش تو خورد هنوز زنده است چشاشو بست الان امیدوارم واقعا امیدوارم خیلی یره خرید بود یه سکه بده یک اکیلی داد بود دره بود که پارت قبلی میگفتی از اینجا برو از اینجا برو من گفتم نه راش نیست یه همچین پازلایی داره بعد پیدا کنی بذاری روش در باز میشه فهمیدی؟ میشه این رو بنزیم روی یرگه شاید بایی بمیره راشه باش نکن با نکن یرگه یه وقت بگیری میره حالا یرگه که بیاد چی؟ چی کار میتونیم یرگه بیاد چی کار میتونیم بکنیم؟ درست؟ گاراژ، آشپزخونه، سالن اصلی چیزی داره اینجا رد میشه کجا؟ صدا ناله میاد حال سالن اصلی دره باشی راهه ببین هنوز تفنگ رو نگه داشته برام خب هست دیگه پشت سر سایه بود خب سایه خودمونه به چی ما رو بترسونی؟ به او سالن ساکت؟ اصلی اینه؟ من نگاه در بعدی باروت سکه اون سکه های عتیقه حالا به چربوز اول خونه رو بگردم بعد کلید اقرب
که دفاعی آهنگی بوده دفاعی شما رو افزایش میده. کلیده برای اینا برای چی غلطی کرد در ازاش نمیده. دقیقا چی غلطی کرد واقعا نمیده. فکر می‌کنم آپدیتمون کرد. پروسه محرک تری بزن نده. فایبرت نه یه زنگ رو گوش کن. خودش زنگ کجا موقع داشته زنگ در عنکبوتی سایرت بشه آقا در مورد سایه نظر ندی. آره بله شاتگان بده بیا. مرسی بولش بده. شاتگان صفر چیز ماشه کنه بزنم یعنی چیزشو خشاب تو صندوقه هست. باید هول بدیم بیرون. میشه چیزی رو داره میشه چیزی رو داره میشه چیزی شاتگان رو بذاری یه چیز میشه در ما میره. آره راست میگه حواسم نبود بازی نشده. چجوریه؟ بعد یه چیز معادلش بعد بگیم بذاریم دستش. خب نه یه چیز وسیله‌ای پیدا کنی سنگین باشه بذاری دستش. خب جای او رو میگیره. بله با خدا صدا زنگ شنیدم. تو یا توهم زدی یا بنگ. شما از دست شنیده چیزی باشه یه نیست میکنی چون سایه پنک هست بلا رو بالا میشه سلام ننجو. بیایی تا قبلی که گول بشه خلاصش کن. بودم قول این مرحلم اون ننجون هست. کوچولوی من کجاست؟ اولین اولین قربونیه به این قفل مخوره بابا کجا مخوره؟ پایین یه چیز بود پایینت پایین اون ورد مثلا این ورد نه دارم میام. سلام وقتی میترسم شاتگان رو بعد شاتگان قراره بعد یعنی در ازاش چی قراره بجاش بذاریم من خدایی ندارم. در دیگر امتحان کن در دیگر رو در یکی ازش اومدیم اینو چی؟ چیشه یک اصلا چیز هست در اخرم کلید اخرم چرا به همین اتفاق رفته؟ من میخوام بگم رفتی به این داری اضاف شدش نمیم چلی همون بود احتمالا یه مینی مرحله صرف موقت یعنی چی؟ یعنی یه سری چیزایی که اگه پیدا بکنی بزنی خارج از داستان مثلا 100 تا هزینه باید تو کل بازی بزنی. فهمی چی میگم؟ او ببینیم دنیا دست کیه؟ گوچنم دائما گوش نهی با خدا البته حق داری دیشه هم چیزی کجایی؟ مطمئنی؟ ننجونه اینقدر صداش بلنده؟
3 5 8 سکه هجوم قدرت حمله شما رو افزایش میده. اوکی. هیچیه. خب 3 چیه؟ جای عدد 3 نوشته. چه خوشی میگذره. چه خوشی میگذره. بیا اینجا پیشی صدای جایره. دره رو ندید. نه زده بود بسته بود. نه این دره رو اصلا ندید. نزی برم تو دیگه تفریق بابایی آقا منظورش بابا هست. کلید کجاست؟ این سویچ ماشین هست. بدمه درم امتحانشو کرد. اسکن ول کن تو هم صدا رو نشد. بر خودمون چه خونه گنده ای داره. خیلی او یکی کار بده یکی تیکای در چیه؟ خب جمال روش نوشته میا بری کارای چیه؟ دفتر خاطرات این مال اون ور ولی یه در بود است. یکی رد شد. یکی واقعا رد شد. چطوری؟ سمیتو نمود. اصلا کار بون ندارم. تو مگه نسوختی؟ میخوام لهت کنم. مثل یه حشره لهت میکنم. فکر میکنم بهش منور باید چیز میکنم. دیگه آخر خطه. بیچاره. امیدواریم که خوشتون اومده باشه. مردیم مثل همیشه تو تمام واردا با مردن تموم شد.